الله و دیگر مسئولین نظام برای مغالطه. ترامپ در حقیقت با قرار دادن سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی مقدمه لازم برای اعلام ارتش آمریکا به عنوان یک لشکر تروریستی رو فراهم کرد. خود آقای ترامپ در ایام انتخابات اذعان کرد که در دولت اوباما حزب یعنی گروه تروریستی داعش به دستور آمریکا و اوباما ایجاد شد و خانم کلینتون هم تو کتاب خاطراتش ذکر میکنه 220 کشور سفر کرده برای اینکه زمینه پذیرش داعش رو فراهم کنن. سلاحایی که در اختیار داعش بوده تروریستی، هر جا اینا گیر افتادن هلیکوپترهای آمریکایی اومدن اینا رو نجات دادن و آمریکایی ها با این اقدام حماقتبارشون در هیچ کجای دنیا امنیت نخواهند داشت. ارتشی و سپاهی یک لشکر الهی هستند در رکاب مقام معظم رهبری و هر گونه تهدید را در نطفه خفه خواهند کرد و به آمریکایی‌ها هم خواهم گفت که شما با این کار حماقتبارتون امنیت خودتون رو در دنیا به خطر جدی انداختید. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ارمنستان بر اساس منطق و موازین حقوقی اقدام میکنند و هیچ وقت نسبت به مسائل نه شتاب میکنند و نه کوتاهی خواهند کرد. این اقدام نابخردانه ترامپ به نظر ما انزوای بیشتر آمریکا را به دنبال خواهد داشت و اقدامات حقوقی هم به طور طبیعی به دنبال آن انجام خواهد شد. آمریکا اقداماتی که امروز داره ترامپ میکنه اگر خود مردم و خود مسئولین آمریکا علیه ترامپ نایستند مطمئن باشن که جهان در مقابل اونها خواهد ایستاد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم به وظایف خودش و جمهوری اسلامی هم به وظایف خودش از جمله اقدام متقابل اقدام خواهد کرد. آقای ترامپ قبل از هر چیز به همه دنیا ثابت کرد که یک ذره سیاست سرش نمیشه. برای اینکه اگر حالیش بود قطعا باید احترام میذاشت به نیروی نظامی که تحت قانون اساسی یک کشور داره کار میکنه. پس حق نداره نیروی نظامی یک کشور رو که زیر نظر قانون اساسی اون کشور داره کار میکنه تروریست بنامه. این بیانیه هایی که داره میده برای نشون دهنده بارز اینه که این دیگه دستش به هیچ جایی بر نیست و این اقدام ترامپ در تروریست اعلام کردن سپاه به نظر من نشان از عصبانیت جامعه استکبار داشته و حقانیت راه ما و درست بودن مسیر ما در طی این 40 سال اخیر و این نشان از استیصال جبهه استکبار هست که به یک شرایطی به اصطلاح رسیده که برخلاف حقوق و موازین بین المللی که این رو نمیپذیره که نیروی نظامی یک کشوری رو بیان به اصطلاح تروریست اعلامش بکنه. بخوام بگم که همه مردم ایران سپاهی هستن، همه ما طرفدار رهبرمون هستیم. دفاع مقدس برخورد با ضد انقلاب مزدور استکبار، دفاع جان هر گونه برخوردی از طرف آمریکا حتما متقابلا از طرف مردممون و دولتمون و نیروهای مسلحمون مقابل به مثل میشه و مردممون همیشه نشون دادند که در صحنه‌های مختلف خودداری کردند، دقت کردند و سعی کردند که ایجاد تنشی نکنند، ولی دشمنان اون اگر بخوان با زندگی خودشون بازی بکنن حتما با مشکل می‌باشن.